باشد. ما اینجا در یک شاگردشون که در مکتب خانه ایشان آب و تاب یافتگی هستند در کوره سخندانی بهروز ذبیح الله حضور داره. ما خواهش میکردم که یک چیز به سمع حاضرین میرساندند، خاطره ها، یاد ها. تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روز سراغ نزد من آیی که نیستم. در آستان مرگ که زندان زندگی است، طعنه به خویشتن نتوان زد که چنین زیستم. پیداست از گلابی سریشکم که همچو گل یک روز خنده کردم و عمر گریستم. بفرمایید. با کسایی که خواهشی صحبت کردن دارند برای خاطره گوش مده بگه، ما انشاءالله با یگان بهانه شما هم صحبت میتیم. مرحمت کنید. اگرچه ما استاد جورابیگ نظری مردی معنی، مردی فضل و هنر را از دست دادیم، اما نام و خاطره او، نام نیکی بزرگمرد همیشه در قلب ما دوستان، همنشینان، شاگردان زنده است. استاد خدا رحمتش کند برای علم تاجیک، برای هنر تاجیک خدمت بسیار کردند. در برابر این یک انسان بسیار جوانمرد بودند، مردمدار بودند و بسیار مردم را دوست می داشتند. و او تمثال همین ابیات بود که می سراید برای مردم. می گفت نشب پرستم که حدیثی خواب گویم، نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. و اگر ما در ترانه های او، در نعت های ایشان که به یادگار مانده دقت کنیم، همین معنی را به ما رسانده است، به مردم رسانده است. خداوند جایش را جنت گرداند. از بزرگ جنید بغدادی باشد پرسیدن که مسلمانی چیست و مسلمانان کیا هستند؟ فرمود مسلمانی در کتاب هاست و مسلمانان در زیر خاک. و اگر از ما بپرسند که جوانمردی چیست و جوانمردان کجا هستند، ما هم به همین روش میگوییم که جوانمردی در کتاب هاست و جوانمردان در زیر خاک. اما باید همین روش جوانمردی که آنها برای ما به میراث گذاشتند، صداقت، مردمداری، خاکساری و دوست داشتن دیگران، حمایت از یکدیگر، یاری و برادری را هرگز باید ما فراموش نکنیم. بله. و طرز ما است که از این بزرگمردان یاد کنیم و از استاد محترم سپاسگزاریم که همین سنت بزرگداشت بزرگان را حفظ میکنند. بله. بیشه. خداوند شما را هم حفظ کند. سعدی بزرگوار فرمود که بماند سالها این نظم و ترتیب، ز ما هر ذره خاک افتاده جای، غرض نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمی بینم بقای، مگر صاحب دل روز برحمت، کند بر حال درویشان دعای. در حق این بزرگوار، در حق همه بزرگان گذشته خود ما دعای خیر میکنیم و نام و یاد آنها را گرامی می‌داریم و برای شما بزرگان و
دوستان و مخلصانی که یاد این بزرگمرد را گرامی داشتید و تشریف فرمودید، خوش آمدید میگین. خداوند ما و شما و فرزندان ما و شما و اولادان ما و شما را در پناه حفظ و رحمت خود نگه دارد. آمین سلامت باشید. آمین. حق به جانب برادر عزیز است. این 2 روزه که حیات است چنان باید و زیست، با خلایق که کم و بیش ثنای برسد. وقتی رفتن چو رسد نیز چنان باید و رفت، که زی بیگانه و از خویش دعای برسد. از قفای خدا رحمت کنه جورابیگ نظری بیگانه و خودی دعا میکنه، چرا که او یک نصیحتگوی جامعه بود، عالم بود، در فهمیش بسیار بلند داشت، عالمی با عمل بود. ولی فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمیای علوم اینجا یادآوری کرد که کتاب‌های چاپ ناشده‌ش حتما چاپ میکنیم و درخواست کرد که بیا بعضی مصلحت هاست از شما بگیریم. گپ در سر چی می رود فرزندان عزیز؟ گپ در سر این که ما و شما طرز زندگی کنیم که انامی خیلی بعد رفتن ما آدما اقلا رحمت بگویم بر ما یا دعای نیکی کرده باشند. اینجا سخنگویان زیادند، من خدا خواهد باز از فرصت استفاده کرده به ایشان نیز صحبت میتیم. تشکر زیاد از شما، بسیار سخنهای خوب گفته، لیکن همو یادنامه را بتیزونه چخلی که گفته غرض نقشه است که از ما باز ماند، که هستی را نمیبینم نشانه، بقای هم هست و نشانه هم هست. این نام زندگی که نهادند مر تو را، جای حیات نیست نامت نهاده نیست. اینجا جای حیات نیست، ولی چخیلی که گفتن جوان مردا زیر خاک، املا به بیابان جنون پا به ادب نی، در هر قدمت خفتد 100 شعر زمان است. این را میبینه در همین معنی یک فیلسوف اوروس همین را ترجمه کرده، تخمینا میگوید که پوتنیک بود استراژن نی топчи мой прах, я у себя дома, а ты в гостях. املا به بیابان جنون پا به ادب نی، در هر قدمت خفتد 100 شعر زمان است. قرآن سر که اشان پاری دیدی در میاد نوبتت نمیتن دیگه حالی بعدی شو يسبسوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.